زوولوژیا چی را می‌آموزد؟ زوولوژیا از کلمه یونانی زو حیوان، لوگیا علم است ساخت طرز حیات گذرانی حیوانات را می‌آموزد. قسمت‌های اساسی زوولوژیا را نامبر کنید. قسمت‌های اساسی زوولوژیا اینها میباشند: یکم پروتوزوولوژیا، دوم زوولوژیای بی مهره ها، سوم زوولوژیای مهره داران. اینچنین زیر قسم‌های زوولوژیا اینهایند: یکم گلمینتولوژیا، کرم‌های مفتخور، دوم انتومولوژیا، حشرات، سوم ایختیولوژیا، ماهیان، چهارم گرپنتولوژیا، آبخاکی ها، پنجم اورنیتولوژیا، پرندگان و ششم تریولوژیا، شیرخوران و غیره ها. مفهوم ساده ترین ها را اولین مراتب کدام عالم به علم جاری کرده است؟ مفهوم ساده ترین ها را در علم اولین مراتب سال 1820 گالف فوس نام عالم به علم جاری کرده است. از یک حجره عبارت بودن ساده ترین ها را کدام عالم اثبات کرده است؟ از یک حجره عبارت بودن ساده ترین ها را سال 1845 عالم کیالیکر و زیبالد اثبات کردند. حجره ساده ترین ها از چی عبارت است؟ حجره ساده ترین ها از سیتوپلازم و یک یا یک چند هسته یا اینکه یدرا عبارت است. در دنیا چند نمود ساده ترین ها معلومند و در تاجیکستان چند نمود آنها میخورند. در دنیا زیاده از 39,000 نمود ساده ترین ها معلومند که زیاده از 300 نمودشان در کشور عزیز ما تاجیکستان میخورند. ساده ترین ها به واسطه چی حرکت میکنند؟ عضوهای حرکت ساده ترین ها گوناگونند. مثلا امیوبا توسط پایهای قلبکی، ایفوزاریا پتکچه توسط میژگانک های بسیارش، اوگلینه سبز توسط یک یا یک چند قمچینک ها حرکت میکنند. امیابه مقرری توسط چی غذا میگیرد؟ امیابه مقرری ارگانل مخصوصی غذاگیری ندارد، بنابراین وی توسط پایهای قلبکیش خوراک را داشته میگیرد. عضو اخراج ساده ترین ها چی نام دارد؟ در ساده ترین ها عضو مخصوص اخراج وجود دارد که آن را وکوآل کشیش خورنده یا نبض زننده می نامند. ساده ترین ها با کدام راه افزایش می کند؟ ساده ترین ها با راه جنسی و غیر جنسی افزایش می کنند.